در دیگه حدیث ها میاد جناب رسول صلی الله علیه و آله میگه وقتی خداوند حضرت جبرائیل خلق کرد، جبرائیل علیه السلام میگه در 40,000 سال 2 رکعت نماز خون، به خاطر که شکرانه ای که خداوند او را خلقش کرده است. 20,000 سال 1 رکعت، 20,000 سال 1 رکعت، بسیار نماز طولانی دراز. وقتی نماز تیار کرد میگه دعا کرد، گفت پروردگارا یگان بنده داری که به اندازه من تر عبادت کرده باشه، تا عبادت زیاد وقتی دراز. میگه خداوند گشت گفت که ای جبرائیل، گفت من تو را و تمامی هستی دنیا را به خاطر یک شخصیت خلق کردم، نامش محمده صلی الله علیه و سلم. گفت امتی او در آخر زمان به دنیا را میاد عمر کوتاه داره، 60 سال 70 سال عمرش. در اندک وقت برای من 2 رکعت نماز میخونه، همون 2 رکعتی که میخونه پرای کمبودی های، پرای سهو و خطا های در نماز، فکرش در کار دنیا های.